سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز من آیلوفر هستم و اومدیم امروز ویدیوی تنظیم سنس مولتی. تا چند روز آینده حتما سنس بتل هم میذارم و بریم بچینیم و عشق و حال صفا سیتی. خب دوستان، ما چند تا پایه اصلی برای سنس مولتی داریم که اون چند تا رو من براتون توضیح میدم. اونا رو بچینید دیگه سنستون اوکیه، تونید بزنید عشق و حال. لیتس گو، برو بریم. خب دوستان عزیز، میاین تو بخش تمرینی چند تا بات میارین، حالا بعد من اضافه میکنم. میاین اینجا میچسبین به این سفیده که الان نشونتون میدم، به این تخت سفیده، به این میچسبین، بر میگردین. الان چون ویدیو صدا گذاریه، چون یکم اشکال داشته میشه، میدوید اسلاید میزنید، بک اسلاید میزنید. اگر دستتون خیلی رفت یعنی سنستون زیاده، اگر کم رفت یعنی سمت دیوار سمت چپ مون سنستون کمه. میاین تو سنسیویتی از اون بالا حالت قبلنشو بیارین که راحت تر باشین. این که الان من دارم کم و زیاد میکنم، اگر زیاد بود کمش کنین، یعنی خیلی رفت کمش کنین. اگر هم مثلا کم بود کن بود زیادش کنین. یه جوری تنظیم کنین که بیاد دستتون. نکته بعدی سنس ADS هستش. چند تا بات میارین، من الان بهتون میگم. چند تا بات میارین، میریم برای ببخشید دوستان، عذرخواهی میکنم کمی اشتباه شد. استاندارد سنسیویتی هم همونه، فرقی نمیکنه، برای همون حساسیت صفحه چپ و راست کردنه. این هم برید بذارید اوکی کنید. بعد سنس ADS رو داریم، چند تا بات اضافه کنید. ایم گانتون رو بگیرید روی یکی از باتا. اگر خیلی رفت یعنی از جلوتر بات رفت، ایمتون زیاده، کمش کنید، 5 تا 10 تا کمش کنید. اگر از انمیتون جامون زیادش کنید، یه جوری تنظیمش کنید که بیاد دستتون قلقش. نکته بعدی هم سنس اسنایپ هستش. من الان اسنایپ ما بردارم، تو بخش سنسیویتی سنس اسنایپ همون هم مثل سنس ADS فرقی نمیکنه، فقط باید با گرفتن نشونه ایم تو انمی با چپ و راست کردن اوکی کنید. من اینجا 2 تا شات هم زدم، چون پینگم بالا بود ریجست نشد روش. مثل همون سنس ADS اوکیش کنید، بزنید اشغال کنید. یعنی چند تا شات هم پینگم ضعیف بود و ریجست نشد روش. یه 2 تا سنسی دیگه هم هست، تاکتیکال سنسیویتی و رداد سنسیویتی. رداد سنسیویتی برای گانایی هست که ایم میندازین روش، من با ایم بزنید، نمیتونید با اسکوپ دیفالت بازی کنید، من با ایم بازی کنید. مندازین مثل همون ADS سنسیویتی رو انمی چپ و راست کنید دیگه، کم و زیادشو بگیرین. اون بالا رو به رو استاندارد سنسیویتی هم هست، منظورم اونه. تاکتیکال سنسیویتی هم برای موقعی که شما ایم میگیرید ولی نمیخواین تیر بزنید، مثلا یه جای خط میگیرین، خط یه در رو میگیرین، میخواین انمی اومد تو سری بزنیدش. این برای همونه. این هم کم و زیاد کنید، بزنید اشغال و صفا و سیتی. خب دوستان عزیز، اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک، ساب، کامنت خارجی هم بزنید تا باتون نریزه. اگر هم دوست نداشتین ساب کنید، فایده داره چشمان زیبایتون.